سلام و وقت بخیر. امیدوارم که امروز از اون روزای خوب زندگیتون بوده باشه که این خوبی براتون خوبیای بیشتر بیاره. امشب یه نکته از مولانا داریم خیلی قشنگ گفته، یعنی ارزش انسان رو داره هی بهش یادآوری میکنه. میگه تویی که به خواب رفتی شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، تو چو یوسفی ولیکن نظر به درون نداری. میاییم سر وقت کتاب که میگه خیلی ها بدون برخورداری از علم و اطلاع کافی طوری ظاهر میشوند که دیگران گمان میکنند آنها از دانش و آگاهی فراوان برخوردارند. اغلب پرگویی میکنند و کمتر گوش میکنند. پس بنابراین اگر میخواید موفق باشید چشم‌ها و گوش‌هاتون رو باز کنید، دهنمون رو ببندید. اینو میگه. این کار به تصمیم گیری بهتر شما کمک میکنه. اشخاص پرحرف کار کمتری انجام میدن. اگر شما بیش از اندازه که گوش میدید حرف بزنید، نه تنها خود رو از فرصت کسب دانش محروم میکنید، بلکه برنامه و هدفاتون هم لو میدید. پیش کی؟ پیش کسایی که ممکنه قبطه موفقیت شما رو بخورن. توی یکی از این سمینارها من یه چیزی شنیدم خیلی قشنگ بود. میگه که خدا به ما 2 گوش و 1 دهن داده، به نسبت از اون استفاده بکنیم. در این حال به خاطر داشته باشید هر آینه دهن خودتون رو در حضور کسایی که دانش زیاد دارن باز کنید، اونا از کمبود دانش شما متوجه میشن و میفهمن که درونتون چه خبره. و به خاطر همین بهتره که اعتدال رو رعایت کنید و سکوت رو بیشتر تو زندگیتون، تو صحبتاتون داشته باشید. این حقیقت رو در نظر بگیرید که هر کسی با او همکاری میکنید مانند شما خواهان درآمد و ثروت است. یعنی چی؟ یعنی با کسایی که در ارتباط هستین در زمینه کاری، اگر اطلاعاتتون رو به سرعت در اختیارش بذارید و به راحتی عقاید و فکراتون رو بگین، ممکنه از برنامه شما استفاده کنه و قبل از این که شما اجراش کنین اون اجرا کنه و لذت موفقیتش رو ببره و شما با دهن 1.5 متر باز نگاهش کنید. یکی از بهترین تصمیمات شما اینه که دهنتون رو، به خدا این نوشته من نمیگم، دهانتان رو ببندید و چشم و گوشهایتان رو باز کنید. ارزش تصمیمات بستگی به شجاعتی دارد که برای ارائه آن لازم دارید. تصمیمات بزرگ که شالوده تمدن رو پایه‌گذاری کرده با قبول ریسک‌های بزرگ امکان پذیر بوده. در بسیاری از آنها پای مرگ و زندگی مطرح بوده. پس بنابراین میتونیم بگیم موفقیت اونور ترس. امیدوارم که به دردتون خورده باشه، حتی یه نکتهش، حتی یه جملهش. خوش باشید.